آقا اینجا چند تا آیتم داریم، میخوام ببینیم کدوم یکی از این آیتم‌ها میتونن یه تخم اندر دراگون نابود کنه. بالاخره از این چند تا آیتم یکیشون میتونه یه تخم اندر دراگون نابود کنه دیگه، درست میگم؟ حالا که داریم میریم تست کنیم ببینیم چه خبره، شما یه لایک و ساب بزن و بریم سراغ. آقا اولین آیتمی که دارید میبینید سانده، میخوام ببینیم میتونه یه تخم اندر دراگون نابود کنه یا نه. ببینی آقا یعنی چی؟ آیتم بعدیمون هم آنویل هستش، میخوام ببینیم میتونه این تخم اندر دراگون نابود کنه یا نه. 100 در 1000 میتونم به نظر. بریم ببینیم. اینم نشد که. آیتم بعدیمون هم ترایدنت هستش، بریم ببینیم چی میشه. آیتم بعدیمون هم لبا هستش، اینو بکنی یعنی میشه. آقا یه لحظه وایس من یه نگاه بنداز. آقا این مثل پشگل زده بیرون. آیتم بعدی هم که من فکر نمی‌کنم جواب بده، ولی گفته بودن اگه زیرش تارچ بذاری و این تخم اندر دراگون رو بندازی روی این تارچه نابود میشه، ولی من فکر نمی‌کنم، ولی حالا انجامش میدیم ببینیم که چی میشه. آقا یعنی چی؟ خب این الان چه خاصیتی داره که اینو همه گولاخ نتونستن داشته باشه؟ آقا کلا این چالش می‌خواست ما رو ان کنه، حالا کاری با اینا نداری. لایک و ساب هم یاد نرو. اگه تو هم چیزی تو کامنت ها میدونی بگو. خداحافظ همه.